مردها با من می نویسند، مراجعت میکنند، در ملاقات شکایت میکنند. جناب عالی، برای چی اینقدر فرمان و امر و اینقدر استراتژی‌های حکومتی و دیگر فقط برای زنها، برای بانوان؟ یک بار مردا را پشتش گیری؟ من همین را میگویم. بانوان محترم، مادران، خواهران، دختران عزیز، زنی که یا مادری که شوهر خود را عزت و احترام میکند و دوست میدارد و دلش را مییابد، و شاهانه زندگی میکند. لیکن در عائله داری هم مرد و هم زن گوید نیم من کلان، کودکم تربیه درست نمیگیرد، عاقبت عائله بعد دیگر ویران، شروع تلخ. بسیار کارهایی است در جامعه ما، از بس که ما مردم شرق هستیم، مردم تاجیک و داریم، رسم و آیین‌های خودمان داریم. مرد باید پشت و پناه، همخیلی برای زن، برای مادر، برای دختری خود. زنها بانوها دائما همین خیلی مهمه، همین خیلی بودنش نکار. لیکن آنها هم محتاج به مهر و محبت زن، مادر هستند، عائله هستند.